این هنرهایی که میبینیم این هنرهای مردم وادی وخون میباشد. این هنرها رو ما از بیبی و از آچه‌مون مختیم و نقشه داریم که در آینده این هنرهای ما از بین نرود و نسل آینده باقی ماند. سایانی که به اینجا میبیایند از این رسم و این وادی وخون بسیار علاقت میبرند.